نهایت عزیز و گرامی، خوانندگان نورس تنتنه امروزه، با برابر گفتن درود و سلام اهل کارمندان کتابخانه مرکزی شهر اسفره، برای هر یک شما یادآور می‌شوم که امروز سرتاسر جمهوری تاجیکستان از سنه 2 اپریل تا 9 اپریل در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2007 اینجانب هفته کتاب کودکان و نورسان در دایره فستیوال جمهوری برگزار می شود و امروز بسا خرسندی است و بسا شادی هر یک ماه است که زیر این آفتاب درخشان و دیدن خنده هر یک شما که با امید فردای زندگی تاجیکستان عزیز دارید در پرتو سیاست خیرتمندانه و معرفت پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره جشنگیری 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات اسفره با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره و در همکاری با ریاست معارف دوام یک هفته بیشتر اهل کارمندان کتابخانه های شهر و دهات اسفره هم در کتابخانه مرکزی، هم در شعبه بچگانه و هم در همه کتابخانه های شهر و دوستی که هر یک ما را به فردای زندگی با امید عقل و لحظه های اصلا امید و به خاطر فردای زندگی صاحب کسب شدن و تاجیکستان را آباد و زیبا کردن و در جامعه جهانی آن را طرف پیشرفت کردن برای هر یک ما مسلم می‌کند. من حضور هر یک شما را از نام کارمندان کتابخانه مرکزی شهر اسفره خیر مقدم میگویم و حالا با کمال احترام سخن را به یک از سابقه‌داران مهنت، کتابداران ورزیده شهر اسفره که آنی که طول چندین سالها تنها توسط کتاب و کتابخانه برای مردم دعوت کردند و آبرو و احترام گرفتند، معلمه عزیز نظیر خان قادر و سخن دیم، بعد چاربینی را باز ادامه میدیم. مرحبا. السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان علم و ادب و قدردانان کتاب. کتاب اثری مستقل علمی و بدیعی و فرهنگی است که ما را با اسرار عالم واقعی، دنیای حیات رنگین مؤلف کتاب روی گرداند وی از نام روی میتابد. نام و کتاب در خلق و قامت و منزلت برابر همت می باشد. یکی غذای من اخلاص و اعتماد مخصوص داشتم. درباره آن سخنهای بسا حکمت انگیز از خود و یادگار گذاشتم. ابا عبدالحمدنی امروزه را به فستیوال کتاب کودکان و علم و معرفت. تشکر و بهترین ها باشید. در دایره فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان اهل کارمندان کتابخانه آزمون با نام کتابخانه بهترین گذرانیده بودند که لازم میخواهم من غالبان را با سپاسنامه کتابخانه مرکزی شهر اسفره قدردانی کرده باشیم و بار دیگر دعوت کنیم که هر یک شما باز خوبتر و بهتر به کتابخانه تشریف آورید و هرچی بیشتر و خوبتر کتاب خوانده باشید. صنف 6 مکتب تحصیلات میانی رقم 10 برای اشتراک فعالانه و غالبیت در آزمون شهری کتابخانه بهترین در دایره فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان سرفراز گردانده می شود. مرحبا. با همین مضمون و طالب محمد جان خواننده صنف 9 از مکتب تحصیلات میانی رقم 13 صنف 9
او از مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 10 جورای و آمینه. خواننده صنف 3 از مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 31. صنف 11 از مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 72 بهاءالدین عظیم حجه. تحصیلات میانی عمومی رقم 7 که امروز ما را دستگیر بودند و برای گذراندن چهاربینی امروزی ما سهم گذاشتند و با امید همکاری باز خوبتر و بهتر سپاسنامه قدردانی کرده می شود. سلام عبدالله خان. با کجا رفته ایستاده؟ من به کتابخانه رفته ایستادم. من هم با کتابخانه رفته ایستادم. بیایید همراه رویم. خوب شده است. سلام معلمه. سلام بچه ها، بیایید. ما برای گرفتن کتاب آمدیم. بسیار خوب. شما خوانده میتوانید؟ بله. این کتاب ها را میشناسید؟ بله. به این کتاب نگاه کنید. این کتاب چه نام دارد؟ شاهنامه. آفرین بچه ها. کنی اکنون من به شمایان چیستان میگویم، شما جواب چیستانی مرا یابید. همده میدارند که به آواز صحبت میکند، به دهان و به زبان نقل و روایت میکند، هوش و گوش و عقل افزون میکند گفتار او، از کدامین فن که میخواهی حکایت میکند. کتاب. آفرین بچه ها. شما کتاب را برای چه استفاده میبرید؟ ما آنها را میخوانیم و نقل میکنیم. آفرین. شما این کتاب را میشناسید؟ بله. این کدام کتاب است؟ این کتاب اولین ما الف باز. ما آفرین. از آن خواندن و حرفها را آموختیم. آفرین. چرا شمایان با چهره های خندان و شکوفان این کلمه ها را گفتید به من؟ چون که این کتاب اولین ماست. پس آن را دوست ندارید؟ بله. کتابی اولینی من، کتابی دلنشینی من، سراولی جهانی من، زمین و آسمانی من، چو الله های مادرم، چو خنده های خواهرم، من از صحیفه های تو همیشه ضبط میبرم. آفرین بچه کا. کنید و این کتاب ها نگاه کنید. این کتاب چی نام دارد؟ کتاب مقدس قرآن است. آفرین. احسن برای شمایان دانای کای من. همین کتاب ها را شما الکی می شناسید، خوانده هم می توانید. کتاب آموزگاری ما، رفیقی غمگساری ما. یعنی کتاب دوست، معلم و غمخواری ماست که ما را از غم و غصه آزاد می نماید. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بله استاد عزیز. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غم کده زمان غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی، صد راحت است و هرگز آزاری نیست. به کتاب ای دوستان بنیاد ما نارفشن است، تیره و تاریک همچون خانه بی‌روزن است. آفرین بچه ها. انا اکنون باید آیید تاریخ پیدایش کتابخانه و کتاب با هم شناس بشوید. تاجیکستان به نام ابوالقاسم فردوسی سال 1933 در زمینه کتابخانه شهری تأسیس یافته. سال 1934 به افتخار 1000 سالگی ابوالقاسم فردوسی نام او را گرفت. در دوران شوروی در خزینه کتابخانه زیاده از 3 میلیون نسخه کتاب و دستخطهای نادر با زبانهای گوناگون جمع آورده برای دسترسی های گوناگون موضوع و مرکز علمی و ادبی می باشد.
کتابخانه سال 1925 تشکیل یافته از سال 1962 در بینای امروزه فعالیت دارد. نوشتجات آن تازه نشود. در این حالت به نوشتجات آن تغییرات وارد کردن تماما غیر امکان بود. هر یک کتاب از 10 تا 100 صفحه لاین عبارت بود که پس از خشکانیدن